تشکیلات جمعیتی آرمان دلها طول 3 سال این جانب در سمت دستگیری بیماران و نیازمندان فعالیت دارد. این نوبت اوید به وضع سلامتی یک برادرمان به شما معلومات می دهیم. هموطنان عزیز، دوستان گرامی، امروز برادرمان نظام الدینوف عابدخان 33 ساله در مشکلی سخت قرار دارد. نام برده از بیماری آموس مینه سر طول 3 سال این جانب اذیت می کشد. سال 2017 در شهر خوجند جراحی شده است. حالت بیمار یک باره بد شده طول 7 ماه این جانب در بستر بیماری یک جای راحتی می شود. وضع مالیوی عائله امکانیت نمی دهد که بیمار جراحی شود. عابدخان را طبیبان برای گذرانیدن عملیات جراحی این مینه سر به شهر تاشکند جمهوری ازبکستان تعیین نمودند و بنا به گفت مادر بیمار طبیبان ارزش جراحی را 50,000 سامانه معین کردند. اما وضع مالیوی عائله امکانیت نمی دهد که بیمار جراحی شده تبابت یابد. نام برده سردار خواجگی به حساب می رفت. او در عائله یگانه پسری بود و سرابان مادر و 2 فرزند خردکک بوده باری گران زندگی را به عهده داشت. مادر بیمار برای تبابت فرزند یگانه خود کوشش نموده تصمیم دارد هفته آینده بیمار را به شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برای جراحی ببرد. امیدواریم آرزو و آرمان مادر عزیز خاندان با شرافت دستگیری هموطنان و سخاوتمندان عملی می گردد. از این لحاظ از شخصان فداکار و خیرخواه خواهش کرده می شود که به این عائله کمک خود را رساند. به رقم های مادر بیمار صورت حساب کارتی دوشنبه سیتی پیوست کرده شده است. رقم مادر بیمار و صورت حساب بانکی در روی اکران گذاشته می شود. از شخصانی که این نوار را تماشا می کنند خواهش کرده می شود برای پهن نمودن این نوار سهم خود را گذارند. دوستان، باید همراه تشکیلات جمعیتی آرمان دلها برای عملیگردی آرمان مادر عزیز و برادر بیمارمان کمک می رسانیم. من مادر نظام الدین عابدخان، فرزند من 33 ساله طول 7 ماه باز من به خور رفتیم. ما بودگی و همه پول و همه صرف کردیم تا همینجا برای تبابت تاشکند بردم که جمهوری ازبکستان به هفته آینده روز چهارشنبه راه بریم. هم با پول در کار 50,000 سامان آدمای سخاوتمند التماس میکنم که برای فرزند من درست شوید دست یاد دراز کنم. صاحب 2 فرزند بچه من در عائله یک تن پسرم بودم. کمک میکردم از شما خرسند میشدم برای تبابت فرزند. امید میکنم از سخاوتمند برای بچه من سلامتشان یاردم کنید.